تا حالا براتون اتفاق افتاده تو زندگی که آرزو کرده باشید زندگی مثل دفتر رو پاک کنه مداد باشه؟ خیلی ها براشون اتفاق افتاده، برای خود منم اتفاق افتاده. ولی یه چیزایی تو زندگی هیچ وقت برای دو مرتبه بودنش خودشو نشون نمیده. هیچ وقت تو زندگی یه چیزایی که از دست میره هیچ وقت به دست نمیاد، یعنی برای اولین بار میان و با تو باید حفظش کنی. و اگه حفظ نکردی و از دستت رفت دیگه برگشتنی نداره. خیلی جاها باید مراقب باشیم، خیلی جاها باید مراقب حرف زدنمون، رفتار کردنمون باشیم. چجوری میریم، چجوری میایم، با کی میگیم و با کی میخندیم. باید مراقب حرف زدنمون باشیم، دلی رو نشکنیم، حرفی رو هر طوری که شده نزنیم. قبل از اینکه حرف بزنیم فکر کنیم. آره، اگه فکر نکنیم، اگر این قانونی که زندگی برامون تو تعریف کرده رو بهش احترام نذاریم، حال خودمون بد میشه. آرامشی که داریم از دست میره و اون آرامشی که از دست بره، برای آوردنش، برای پس گرفتنش راه خیلی طولانی باید سپری کنیم. بعضی وقتا اصلا بازیافت نمیشه، بعد این درد میشه ابدی و با تن سرد و جان خستگی من میره. پس مراقب باشیم، مراقب دلای هم دیگه باشیم تا یک